در آمفی‌تئاتر باغ فرهنگی ابوالقاسم فردوسی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه به مناسبت روز وحدت ملی برنامه کنسرتی برگزار شد. در این چرابینی رهبریت و کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فردوسی با ساکنان و مهمانان پایتخت اشتراک نمودند. در آغاز چرابینی رئیس ناحیه فتح‌الدین عثمانزاده با سخن تبریکاتی برآمد نموده ساکنان ناحیه و در سیمای آنها تمام مردم کشور را به این جشن مقدس ملی تبریک و تهنیت گفت. ذکر شد که وحدت ملی همچون پدیده نادر دوران صاحب استقلالی کشور برای سرجم نمودن ملت در حال پراکنده شوی قرار داشته تاجیک نقش بسا بزرگ را اجرا کرد. از این خاطر وحدت را عامل اساسی سرجمی ملت مینامند. با تاکید ناطقان وظیفه پرشرف نسل امروزه مردم تاجیکستان مخصوصا جوانان از آن عبارت است که پایدار استقلالی دولتی و وحدت ملی را مستحکم نموده این دستاوردها را با جان و تن حفظ نمایند. صلح و وحدت خواسته. سپس برنامه تهیه نموده بخش فرهنگ ناحیه فردوسی پیشنهاد گردید. هنرمندان این ناحیه با پیشنهاد سرود و ترانه‌ها در وصف وطن، تاجیکستان، وحدت و یکدلی، دستاورد و ارزش‌های ملی خاطر حاضرین را شاد گردانیدند. واقعا وحدت ملی هدیه به‌بهای تاریخ بوده. استوار و پایدار نگاه داشتن آن برای نسل‌های امروزه و آینده هم فرض و هم قرض می‌باشد.